تو هر امر کنی او مقصد در اجراه. بعد او ملائکه هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام دادو گفت که حبیب خدا در هر کسی یا رفتار با من نمیکرد. علما میگن الله مهربان در دل پیغمبر عشق امت جا کرده بیاید. عشق امت که هر چقدر این امت پیغمبر آزار میده، سنگش میزنه، اذیتش میکنن، دیوانش میگه، ساحرش میگه، هر چیش میگن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم عشق داره. عشق دعوت. دست از راه مقصد دعوت نکشید پیغمبر، برای که الله را گفت حریص علیکم، این پیغمبر برای هدایت شما، برای نجات شما حریص است، بسیار عشق علاقه داره، بسیار عشق علاقه داره. حالی برادر عزیز، اکی این قصه که حالی من مثال میارم از شما ده، این قصه را که با پیغمبر مانند کردن نادرست است، لیکن مقصد اندکک دمی فهمی شما یاردم میکنه. همین مجنون، قصه لیلی و مجنون ما هممون میدونیم. همین لیلی زیبا نبود، لیکن مجنون عاشق شده بود. هر چقدر که میگفتنش همین لیلی از سیاق بودگی، ایتا زیبا بودگی نیست، لیکن مجنون که عاشق شده بود، هر چقدر میگفتنش که همین لیلی که بیزیبای، ای مجنون تو گجای همین عاشق شده، میگو بچش میما بمیرین، لیلی را بچش میما بمیرین. هر چقدر میگفتنش عشق او با لیلی کم نمیشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم هر چقدر آزار میدادن با محبتش به امت زیاد میشد، عشقش به امت زیاد میشد، دعوتش به امت زیاد میشد. در روایت آمده است که ابو جهل هزارها بار پیغمبر خدا را در خانهش دور کرده، هزارها بار دیوال گفته، هر سخنی پس گفته سرش کرده، در دیوالای پیغمبر میپوشید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میرفت اتاق میزد، میگفت شاید ابو جهل ایدا برام قبول بکنه. میامد در ابو جهل تق تق میکرد، ابو جهل در اوی میکرد، با چی با آمدی؟ برای هدایتت، بگو لا اله الا الله، همون دوزخ نره. همه قرشی ها را این کار میکرد. با تمام امتش پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی رفتار میکرد؟ الله میگه حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. الله مهربان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت نه تنها برای دعوت شما حریص است، بلکه برای شما بسیار مهربانه، شما ها را دوست می‌داره. این پیغمبر شما ها را دوست می‌داره. ای که ما پیغمبر را دوست می‌داریم، به خدا قسم میلیون ها برابر زیادتر ما را او پیغمبر دوست می‌داره. او پیغمبر ما را میلیون ها برابر زیاد دوست می‌داره. حالی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث روایت میکنه، میگه بار با پیغمبر صلی الله علیه و سلم حبیب خدا آیه را از سوره حضرت ابراهیم خواندن. از سوره حضرت ابراهیم به درگاه الله دعا کرد، گفت ربی انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک انت العزیز الغفور. پروردگارا، ای بوتا و بت پرستا بسیار مردم گمراه کرده، خدایا هر کسی که پیروی من شد او ای مای، هر کسی پیروی من نشد تو خدای مهربان خودت میدانی و همواه، این آیه را خواند پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد با که دعای حضرت عیسی را خواند. حضرت عیسی علیه السلام هم دعا کرده بود به درگاه الله که خب پروردگارا این بنده های تو هستن، خب پروردگارا اینها بنده های تو هستن، فان تغفر لهم این تعذبهم فانهم عبادک. حضرت عیسی دعا کرد پروردگارا اگر اینا را عذاب میکنی، بنده ها تغفر لهم، پروردگارا اگر ببخششان، خیلی تو پروردگار مهربانی. این دعای حضرت عیسی است. عبدالله ابن عمر میگه رسول اکرم هم او دعای حضرت ابراهیم خواند و آیه رو، هم دعای حضرت عیسی را در قرآن خواند. بعد فرفع یداه، دستاش بالا کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به درگاه الله دعا کرد اللهم امتی اللهم امتی اللهم امتی. سه مراتب حبیب خدا دست بالا کرد به درگاه الله، امت گفت و فبکا، حبیب خدا گریه کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفت که ای الله بنده های تن تو خودت میدونی همیا، این گپ نگفت حریص علیکم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله گفته است که حبیب من این پیغمبر ما برای شما برای پیش حبیب من
و از او بپرس که برای چی گریه میکنه، در حالتی که الله میدانه برای چی گریه داره. جبرئیل امین آمد گوی حبیب خدا الله مهربان میپرسه که چرا گریه داری، چرا تو گریه میکنی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که جبرئیل امین حالت امت چه بیان کرد؟ گو امت من میخواهم، گریه برای امت من. حالی ما یگان بار برای پیغمبر گریه نکردیم، هیچ مراتب برای عشق پیغمبر نگریستیم، هیچ مراتب برای عشق پیغمبر رنج نکشیدیم، عذاب نکشیدیم، صلوات زیاد نفرستیم، نکردیم، هیچ کدام اینها را نکردیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گریه کردن. جبرئیل امین الله از بالای عرش جبرئیل را روان کرد در حالتی که میدونست ای حالت پیغمبر. والا نسو حبیب خدا را صلی الله علیه و سلم الله گفت حبیب من جبرئیل برای به حبیب من بگو ما او را نعمت نصیب میکنیم درباره امتش که او راضی میشود، درباره امتش او را راضی میکنیم. اینقدر امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که الله مهربان وعدهش کرد که حبیب من ما تو را با امتت نعمت نصیب میکنیم که تو راضی میشی، تو راضی میشی. حالی برادر عزیز ببینید چقدر پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم برای این امت مقصد عشق علاقه داشت. در روایت آمده است در روز قیامت میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اولین علیه و سلم ملائکه ها میگن ای درگاه الله ما فرمان داریم که پیش ای تو برای هیچ نفر جنت و درش باز نکنیم. در جنت باز میکنن مرحبا گفته پیغمبر قبول میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه اولین قدم در جنت میمونم رو پرم الله زیبا را میبینم، الله زیبا را میبینم. سر ما در سجده میمونم در دهن در جنت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر ما در سجده میمونم اینقدر پیش الله حبیب خدا میگه گریه میکنم که الله مهربان میگه حبیب من سرت بردار، چی میخواهی، چی میخواهی؟ الله را میگم ای الله مهربان امت من در بیرو در دشت محشر در گرمی های قیامت حسابیه، امت من میخواهم. الله مهربان میگه حبیب من برای در قلب هر امتی مثل یک دانه گندم اگر ایمان یافتی بگی بیار جنت بتراجم. میروه حبیب خدا گروه زیاد میاره داخل جنت میکنه، گروه دیگر با ماندگی که مثل دانه گندم هم ایمان ندارند، مثل دانه گندم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با میگه در جنت سر در سجده میمانم، میگم ای الله امت این که مثل دانه گندم هم ایمان ندارند آنها در بیرو حسابیند، فهمیدی شفاعت من هستن، سر در سجده میمانم میگه گریه میکنم. الله میگه ای حبیب من برای در قلب امتت مثل یک دانه نفس باری اگر ایمان باشه بگه بیار داخل جنت شام بکن. میرم یک گروهی را میگیرم میام با گروه دیگر میمانه که مثل دانه ارزنم، مثل دانه گندمم، مثل دانه نسکم، اینها ایمان ندارن، یک گروه دیگر میمانه. باری سوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه سر در سجده میمانم، میگم ای الله امتیم در بیره ساده است که اونها ایمانشان برابر یک دانه ارزنم نیست، یک دانه ارزن. الله میگه حبیب من تو را وعده کرده بودم که در قیامت من برای امتت رفتار را نشان میدم که تو رضا میشی. برای از امتت در قلبش اگر ذره ایمان باشه، هر امت ذره ایمان داشته باشه، یا مراتب لا اله الا الله گفته باشه، بگی همش بیار داخل جنت بکو تا که ای ما راضی باشی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من میرم امت که در قلبش ذره ایمان است او را میارم با داخل جنت میکنم، او را میارم داخل جنت میکنم. همین سوره والضحی نازل شد، سوره والضحی ولسوف یعطیک ربک فترضی. صحابه کرام روایت میکنه که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم همین جای سوره آمد، همین آیه را خواند که ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب من تو را الله چیزی میده که تو او راضی میشی. صحابه میگن ما در حالت خواندن پیغمبر همین پیش پیغمبر بودیم، حبیب خدا این آیه را خواند و گریه کرد، دستش به درگاه الله برداشت، گفت الله به عزت تو قسم از تو راضی نمیشم تا زمان یک امتم داخل دوزخ باشه. اگر یک امتم اگر داخل دوزخ باشه اعلان رضایت نمیکنم. محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امت، این قدر محبت داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ما و شما هم باید به پیغمبر صلی الله علیه و سلم علاقه داشته باشیم.
باید کاری کنیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ما رضا باشه. رضاگی پیغمبر، رضاگی الله برای امت بسیار ضرور است. پیغمبر ما را دوست می‌داره، ما را باید پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست بداریم. نشانه دوستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برادر عزیز این کفایت نمی‌کنه که ما بگیم پیغمبر را دوست بداریم. نشانه دوستی پیغمبر دین پیغمبر و امت پیغمبر رسوندن است. این همی که اکی حاجی رمضان یه رو ببینم در سرخانه میتماند است. این چیش نخوریم ما و شما. مهم خوردن نیست. مهم اینه که دین پیغمبر به دیگرها برسه. آیین پیغمبر به دیگرها برسه. هر کدام ما که امکانیت داریم برادر عزیز، چه امکانیت ما 1 نفر 10 نفر 20 نفر در این ماه پیغمبر، ماه مولود پیغمبر جمع بکنیم در خاندان ما، دوستا و نزدیکای خودمان، یک از زندگی نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت بکنیم تا که دین پیغمبر یک مراتب دیگه محبت پیغمبر در دل مردم زنده بکنیم. این نشانه محبت به رسول صلی الله علیه و سلم. اکی حاج رمضان خدای مهربان خیر بده که هر سال نگاه میکنیم که در این ماه مولود بسیار قیمت بالا میکنن. خدای مهربان برکتشون بده و هر کسی را که در این ماه سبب پیشروی دین میشوند و هر وقت خدمت در راه دین میکنند، خدای مهربان اونشون دراز و تنشون نصیحت و خاتمه کار همه ما و شما را الله بخیر گردانه و خدای مهربان محبت خدا و رسول صلی الله علیه و سلم در قلب همه ما و شما زیاده گردانه.